سلام. اگر میخواین یکی از بهترین کیک های پرتقالیتون رو درست کنین، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. این کیک پرتقالی یکی از بهترین، خوش عطرترین و خوش طعمترین کیک هایی هستش که میتونین درست کنین و با عزیزانتون بخورین و لذت ببرین. پس با من همراه باشین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. فقط بافت کیک رو نگاه کنید، ببینین چقدر نرم و لطیفه. به به. همراه با این سس میل کنید و لذت ببرین. اگر دوست داشتین این سس پرتقالی هم یاد بگیرین، تو کامنت ها به هم بگین. پس بریم با هم درستش کنیم. در ابتدا 3 تا تخم مرغ داریم که داخل ظرفمون میشکنیم. حالا 1 پیمونه شکر اضافه میکنیم و 1 قاشق چایخوری وانیل. با دور تند همزن میزنیم تا پفدار و کشدار بشه. وقتی به این حالت رسید ببینین کشدار، کرم رنگ و پفی. وقتی به این حالت رسید دیگه کافیه. بچه‌ها دورگیری ظرفتون فراموش نشه. این کار باعث میشه عطر کیکتون عالی بشه و بوی تخم مرغ نده. حالا 1 پیمونه آب پرتقال طبیعی و نصف پیمونه روغن مایه رو اضافه میکنیم. بچه‌ها آب پرتقالتون باید طبیعی باشه و خودتون گرفته باشین. حالا با لیسک توی یه جهت هم میزنیم. دو پیمونه آرد داریم که توی 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم همراه با 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. بعد با لیسک توی جهت هم میزنیم، خیلی آروم. حالا 1 قاشق چایخوری رنده پوست پرتقال داریم که برای عطر کیکمون فوق‌العاده است. اون رو هم اضافه میکنیم و آروم هم میزنیم. حالا مواد رو داخل قالبمون میریزیم. فرمون رو هم از قبل گرم کردیم با دمای 180 درجه و این کیک احتیاج به 40 الی 45 دقیقه زمان برای پخت داره. بچه‌ها بعد از 45 دقیقه کیک فوق‌العاده خوش عطر و خوش طعمی دارید. نوش جونتون. خدا نگهدار.